سوال نهایی خرداد 1403 پایه 12. سوال 19 گفته که با توجه به بیت زیر به پرسش‌ها پاسخ بدید. به سوزی ده کلامم را روایی که از آن گرمی کند آتش گدایی. بچه این مربوط به نیایش هست. قراره که 25 زدم از اونجا سوال داده بشه. حتی گفتن که از این قسمت ها فقط لغت میاد و املای کلمه. به خاطر همین حالا نمیدونم این سوال پارسال هست، آیا امسال هم این اتفاق میفته یا نه. منتها من میخوام راجع به قسمت ب باهاتون حرف بزنم. گفته که جمله وابسته رو پیدا کنید. جمله‌ای که مرکبه از 2 قسمت تشکیل میشه، هسته و وابسته. خب شما باید اول بیاین دنبال که بگردین. میبینین اینجا که دارم. وقتی که که رو پیدا کردین، جمله‌ای که جلوی اون هست میشه جمله وابسته‌تون و جمله‌ای که پشتشه میشه جمله هسته. یعنی که از آن گرمی کند آتش گدایی میشه جمله وابسته شما.